آسمان پرستاره خصوصیت عجیبی دارد. در هر جای آن ستاره‌های خرد و بزرگ، دور و نزدیک به طور نامنتظم و به ترتیب جای گرفتند. ولی درخشانترین آنها در یک خط قرار دارند و نسبت به ستاره‌های پس منظر خود در حرکت قرار دارند. آیا اینها چی باشند؟ اگر جواب داده اید که اینها سیاره‌اند، پس درست گفته اید. سیاره از کلمه عربی گرفته شده معنایش آواره می باشد. یعنی ستاره‌ای که آواره و در حرکت است. این اصطلاح از یونان قدیم سرچشمه می گیرد و طبیعی است که آن وقت همه چراغ‌های روشن در آسمان ستاره نام داشتند، چون آن وقت سیاره‌ها را نمی شناختند. سوال این است که این ستاره‌های سیار یا اینکه سیاره‌ها چرا در اطراف آفتاب در یک سطح قرار دارند و به یک سمت حرکت می‌کنند؟ من جاوید امینوف هستم و امروز به شما درباره دورزنی سیاره‌ها اطراف سیستم آفتاب خواهم گفت. همه جسم‌ها در سیستم آفتابی حرکت خاصی خود را دارند. اول اینکه آنها اطراف محور خود دور می‌زنند. بعداً جسم‌های خرد به مانند سیاره‌ها اطراف جسم‌های بزرگتری به مانند آفتاب حرکت می‌کنند. بغیر از این ماه‌ها نیز هستند که اطراف سیاره‌ها دور می‌زنند. دورزنی‌ها شروع می‌شوند از آفتاب. آفتاب که در مرکز سیستم آفتابی قرار دارد، به سمت مقابل عقربک اطراف محور خود حرکت می‌کند. این حرکت است که با خود سیاره‌ها را می‌کشد و آنها نیز در یک مدار معین اطراف آفتاب عیناً به همان سمتی که آفتاب اطراف محور خود دور می‌زند سیر فضا می‌کند. بجز از دورزنی در مدار خود اطراف آفتاب، سیاره‌ها اطراف محور خود نیز دور می‌زنند و اکثر آنها البته سمت معینی مقابل عقربک را دارند، با استثنای زهره و اوران. سیاره زهره اطراف محور خود به سمت عقربک حرکت می‌کند. سیاره اوران باشد در مدار خود نسبت به خط اکلیپتیکا، یعنی خطی که همواره سیاره ها را تشکیل می‌دهد، به شکل خوابیش قرار دارد و محور آن به سمت شمالی اکلیپتیکا روانه نشده است، برعکس به سمت پارالل به خط اکلیپتیکا قرار دارد و معلوم نیست که آیا آن اطراف محور خود به سمت عقربک یا مقابل آن حرکت می‌کند. ولی برگردیم به سری سیاره‌ها، اکثر آنها به سمت مقابل عقربک حرکت می‌کنند. ولی پیش از آن که درباره پیدایش این دورزنی صحبت کنیم، بیایید یک مفهوم فیزیکی را به خاطر می‌بیاریم. این مفهوم فیزیکی مومنت ایمپولس یا به اصطلاح تاجیکی اگر گوییم تکان چرخش نام دارد. یعنی وقتی که یک جسم دور می‌زند، آن یک تکان معین دارد، یک ایمپولس دارد که حرکت آن را، یعنی سمت و سرعت آن را معین می نماید. قانون حفظ تکان چرخش یا بقای مومنت ایمپولس میگوید که وقتی که دو جسم یک سیستم پوشیده را تشکیل می دهند و تکان چرخش خود را دارند و آنها برخورد می کنند، تکان چرخش آنها در جمع پیش از برخورد و بعد از برخورد باید برابر باشد. یعنی مومنت ایمپولس یا تکان چرخش نابود کرده نمی شود و ایجاد کرده نمی شود. از یک جسم به جسم دیگر انتقال می یابد. شما شاید سوال کنید که چرا ما وقتی که درباره دورزنی سیاره ها گپ میزنیم درباره تکان چرخش یا مومنت ایمپولس صحبت میکنیم؟ چون معین کننده اساسی همه دورزنی های سیستم آفتابی عیناً همین بقای مومنت ایمپولس یا حفظ تکان چرخش است. وقتی که دو جسم به هم برخورد کردند و تکان چرخش خود را به هم دیگر انتقال دادند، آنها سمت و سرعت حرکت خود را تغییر می‌دهند. برگردیم سر دورزنی سیاره‌ها اطراف آفتاب در یک همواره. وقتی که سیستم آفتابی تازه تشکل می‌یافت، ابر چنگ و غبار موجود بود که از آن در زیر تاثیر جاذبه جسم‌های بزرگتری به وجود آمدند. پیش از همه در مرکز این ابر چنگ و غبار در زیر تاثیر جاذبه جسم بزرگی به وجود آمد که آن در نهایت آفتاب ما را تشکیل کرد و چنگ و غبار باقی مانده که به این جسم شامل نشد و نپیوست، اطراف آن در یک سمت نامنتظم و به ترتیب، یعنی به هر سمت در حرکت قرار داشت.
در نتیجه کشش جاذبه آفتاب که 99.8% ماده سیستم آفتابی را به خود کشیده بود، این ذره ها سرعت خود را افزودند و به هم برخورد کردند. برخورد آنها بیشتر و بیشتر شد. وقتی که آنها به هم برخورد میکردند، تکان چرخش خود را به هم دیگر انتقال میدادند و از سمت حرکت خود باز مانده، حرکت خود را دیگر کرده به سمت دیگر در حرکت می در آمدند. در نهایت این دورزنی ها به آن آورده رساند که همه ذره ها، همه چنگ و غباری که در اطراف آفتاب بر سمت نامعین و نامنتظم حرکت میکرد و یک همواره جمع آید و دیسک اکریسیونی را تشکیل دهد. این دیسک اکریسیونی دیسکی هست که چنگ و غبار را در یک همواره قرار داده، آن به یک سرعت معین اطراف آفتاب دور میزد. قوه جاذبه در نهایت این چنگ و غبار را نیز جمع آورده جسم‌های بزرگ یعنی سیاره ها را تشکیل داد. یکی از این سیاره ها سیاره زمین است. همین طور قانون بقای مومنت ایمپولس یا تکان چرخش که سرعت و سمت حرکت ذره های جسم های خرد و بزرگ را در فضا معین می نماید، سببگار اساسی آن شده است که جسم های سیستم آفتابی در یک همواره معین در آن دیسک اکریسیونی که اطراف آفتاب دور می زد و امروز خط اکلیپتیک را، خط جایگیر شوی مدار سیاره ها را تشکیل می دهد، دور زنند. ماه‌هایی که اطراف سیاره ها دور میزنند، آنها با سیاره های خود البته نظامی علاهیده را تشکیل میدهند و عیناً دورزنی آنها عیناً همون قانون‌های را رعایت می‌نماید که سیاره ها در دورزنی خود اطراف آفتاب رعایت می‌کنند. خلاصه این گفته ها این است که ذره هایی که سیستم آفتابی را امروز تشکیل می‌دهند، در آغاز پیدایش آن سمت حرکت های مختلف و نامنتظم داشتند. البته که آنها اطراف آفتاب در هر سمت حرکت می‌کردند، ولی در نتیجه تحول خود طول صدها میلیون سالها زیر تاثیر جاذبه و طبق قانون بقای مومنت ایمپولس آنها به یک همواره جمع آمده در یک همواره تا امروز دور می‌زنند، هم اطراف آفتاب هم اطراف محور خود. استثناء تنها سیاره زهره و اوران می باشد که سبب‌های خود را داراست و فکر میکنم در نوارهای آینده خود ما اطراف این موضوع صحبت خواهیم آورد.